سلام و درود دوستان عزیز، امیدوارم خوب و تنصیحت باشید. امروز که سیاست درهای باز است و شهروندان به هر گوشه و کنار دنیا سفر میکنند، ما دائم یک عادت داریم که فقط کشورهای خارج و جایهای که میبینیم اونجا رو معرفی میکنیم، اما خیلی وقتا از وطن خود غافلگیر میشویم. ببینید عین حال من در شهر دوشنبه و در مرکز شهر دوشنبه قرار دارم. خیابان رودکی است و اینجا مجمع استقلال، میدان استقلال است و از این دو پهلو، از دو طرفه این راه که من رفته ایستادم، تمامی اعمار و انشاءات ساختمان های یک شهرکی بسیار خوب جریان دارد و باوری دارم که بعد یک سال تماما اینجا رو شناخته نمی شود. در کسانی که یک سال دو سال نبودن در وطن اینجا رو بینن اگر خیلی در حیرت میمونن. و البته اون چیزی که در نوار صورت همه بینیم از اون دیده با حشمت‌تر است. بیناها، کوچه ها و این صنعت معماری که در اینجا هست بسیار سطح و صفتی بلند. راستی من خودم که جای کارم در اینجا نزدیک است، بسیار دلی من، قلبی من گشاده میشد هنگامی که هر روز که به اینجا میایم و مخصوصا یک فاصله راه رو پیاده طی میکنم تا اینکه از همین فضای گشاد بهره برم. ببینید چگونه انشاءات ها، چگونه ساختمان و مجموعه های بر هوا هست.